سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان و همراهان گلم در آکادمی سعید شریفی. با جلسه 15 آموزش کامل ریداکس در خدمتتون هستیم و توی این جلسه میخوایم یکی از چالش های ریداکس رو با هم دیگه بررسی بکنیم. ولی خب ما یاد گرفتیم که چطوری چالش های برنامه نویسی رو دونه دونه پشت سر بذاریم و غول‌هاشون رو شکست بدیم. این چالش هم خیلی راحت و آسون میتونیم کنار بذاریم. دوستان گلم یادتون نره که کانال ما رو دنبال بکنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا هر زمان که ویدیوی آپلود شد بتونید در سریع ترین زمان ممکن اطلاع پیدا بکنید و اون ویدیو رو مشاهده بکنید. اما بریم سراغ جلسه 15 هم. خب بچه‌ها تا اینجای کار ما با اکشن های ریداکس آشنا شدیم و توی پروژه هایی هم که انجام دادیم اکشن های خودمون رو نوشتیم و هر اکشنی هم میومد یه کاری رو انجام میداد. مثلا یه اکشن یه کاربر رو به لیست کاربران اضافه میکرد. یه اکشن دیگه میومد آرایه سبد خرید رو آپدیت میکرد. و تا اینجای کار اکشن هایی که استفاده کردیم همشون ساده و همزمان بودن. یعنی همون لحظه که اکشن رو فراخوانی میکردیم استیت ما آپدیت میشد. اما یه وقتایی هستش که ما با API سر و کار داریم یا سایر عملیات های زمانبر و نیاز داریم اکشنی رو ارسال بکنیم که بعداً اجرا بشه یا منتظر یک نتیجه باشه. توی اینجور مواقع اکشن ما دیگه نمیتونه ساده و همزمان باشه، بلکه باید از اکشن های غیر همزمان استفاده بکنیم. اما تفاوت اکشن همزمان و غیر همزمان رو احتمالا خودتون متوجه شده باشید. اکشن همزمان بلا فاصله اجرا میشه و سریعاً وضعیت یا استیت رو آپدیت میکنه. هیچ تأخیری هم توش وجود نداره، هیچ عملیات وابسته به زمانی هم نداره. توی این تصویر شما یک اکشن همزمان رو مشاهده میکنید که اکشن همزمان در واقع یک آبجکت ساده جاوا اسکریپتی رو برای ما ریترن میکنه که دو تا پراپرتی داره، تایپ و پیلود. مقدار تایپ اجباری و پراپرتی پیلود هم اختیاری هستش. اما بچه‌ها اکشن غیر همزمان دیگه اینطوری نیستش و برای کارهایی استفاده میشه که زمانبر هستن یا نیاز به عملیات خارجی دارن، مثل درخواست به یک API. این اکشن که نمیتونه همون لحظه اجرا بشه. وقتی من یک درخواستی رو به API ارسال میکنم همون لحظه انتظار ندارم که اجرا بشه، چون ممکنه زمان ببره اون بازه‌ای که ریکوست خودم رو ارسال میکنم تا وقتی که ریسپانس رو دریافت میکنم ممکنه یک بازه زمانبر باشه و اکشن من همون لحظه اجرا نمیشه، باید منتظر یک نتیجه بمونه. پس توی اینجور مواقع از اکشن های غیر همزمان استفاده میکنیم. مثلا توی این تصویر من یک نمونه از اکشن غیر همزمان رو براتون آوردم که در ابتدا اکشن تایپ ریکوست ارسال شده برای اینکه با سرور ارتباط گرفته بشه. بعد بر اساس اینکه سرور چه پاسخی رو داده یا خطا برگردونده اکشن های دیگری تحت عنوان ساکسس و فیلور اجرا یا فراخوانی شدن. پس بچه‌ها اینجا همونطور که مشاهده میکنید اکشن ما دیگه یک آبجکت ساده جاوا اسکریپتی نیستش، بلکه یک فانکشن هستش که تو دل خودش یک تعداد اکشن دیگه یا یک تعداد دستورالعمل دیگر رو داره. ریداکس به طور پیش‌فرض اکشن های غیر همزمان رو ساپورت نمیکنه مگه اینکه ما براش یک دستورالعملی رو بنویسیم. جلسه قبلی اگه یادتون باشه ما اومدیم با میدلور ها آشنا شدیم، گفتیم یک سری توابع توی ریداکس هستن که کارهای واسطه‌ای برای ما انجام میدن و توی همون جلسه با میدلور ریداکس لاگر هم آشنا شدیم و گفتیم که برای لاگ گرفتن هر مرحله از این میدلور استفاده میشه. این جلسه هم میخوایم با میدلور دیگری آشنا بشیم تحت عنوان ریداکس ثانک که برای ما مدیریت اکشن های غیر همزمان رو ممکن میکنه. به عبارت دیگر بچه‌ها برای اینکه ما بتونیم یک اکشن غیر همزمان رو مدیریت بکنیم یا باید خودمون یک میدلور بنویسیم و یا از ریداکس ثانک استفاده بکنیم. همونطوری که بهتون گفتم ریداکس ثانک یک میدلور در ریداکس هستش و به شما این امکان رو میده که اکشن های غیر همزمان یا همون asynchronous actions رو به راحتی مدیریت بکنید. به عبارت دیگر با استفاده از ریداکس ثانک
شما میتونید اکشن خودتون رو به جای اینکه یک آبجکت ساده جاوا اسکریپتی تعریف بکنید، اون رو به صورت یک فانکشن تعریف و ارسال بکنید. اما حرف زدن دیگه بس، وارد ویژوال استودیو کد و مرورگر خودمون بشیم و این مورد رو به طور عملی با هم دیگه بررسی بکنیم. بچه‌ها این پروژه رو نگاه بکنید. روی دکمه کلیک تو سند ریکوست که کلیک بکنم، همون لحظه یک درخواست به API ارسال میشه و دیتاها اینجا نمایش داده میشن. اینجا چه اتفاقی افتاد؟ من روی این دکمه که کلیک کردم یک اکشنی برای من فراخوانی شد. اما درخواست API یک کار زمانبر هستش و ممکنه حالتهای مختلفی داشته باشه. پس من نمیتونم از یک اکشن ساده و همزمان استفاده بکنم. اینجا باید از یک اکشن غیر همزمان استفاده بکنم. من پروژه خودم رو بالا آوردم. الان این پروژه من هستش که قرار روش کار بکنم. همونطور که میبینید روی دکمه که کلیک میکنم هیچ اتفاقی نمیافته چون هنوز کدهاشو ننوشتم. خب اینم فایل پروژه من هستش که توی کامپوننت app.jsx اومدم یه دونه دکمه و یک تگ چک رو قرار دادم، ولی فعلا کدهای ریداکس داخلش نوشته نشده. بچه‌ها توی کامنت ها یکی از دوستان عزیز گفته بود که تو چرا برای فایل های ریداکس پوشه ایجاد نمی‌کنی و کاملا هم حرفشون درست بود. ما تا اینجای کار چون خیلی پروژه های بزرگی رو نداشتیم، فایل های ریداکسمون رو داخل همین src ایجاد می‌کردیم. اما درستش اینه که بچه‌ها شما اینجا یک فولدر ایجاد بکنید تحت عنوان مثلا ریداکس و فایل های ریداکستون رو داخل این پوشه اضافه بکنید. منم این جلسه میخوام همین کار رو انجام بدم. روی پوشه ریداکس کلیک راست انجام میدم، نیو فایل رو میزنم و ردیوسر خودم رو ایجاد میکنم تحت عنوان API reducer.js. داخل این ردیوسر اول میام اینیشیال استیت خودم رو تعریف میکنم، یه متغیر تعریف میکنم به اسم اینیشیال استیت که یک آبجکت جاوا اسکریپتی هستش و 3 تا پراپرتی رو میخوام براش در نظر بگیرم. پراپرتی اولم is loading هستش و مقدار اولیش رو هم میذارم false. این پراپرتی رو من برای چی در نظر گرفتم؟ ما موقعی که درخواست خودمون رو ارسال میکنیم ممکنه که یه ذره طول بکشه که سرور به ما پاسخ بده. اون بازه‌ای که طول میکشه تا سرور به ما پاسخ بده رو میخوام با این متغیر یا پراپرتی is loading مدیریتش بکنم. اگر API من همچنان در حال انجام بودش، یعنی طول کشید که انجام بشه، این is loading من مقدارش میشه true، یعنی همچنان در حال لودینگ هستش. ولی وقتی که API انجام شد و پروندهش بسته شد، مقدار is loading میشه false، یعنی دیگه API من انجام شده. یه پراپرتی دیگر ایجاد میکنم تحت عنوان دیتا و در صورتی که سرور به من پاسخ داد و دیتایی رو برگردوند میخوام داخل متغیر دیتا ذخیره‌اش بکنم. فعلا هم یه دونه آره خالی برش در نظر میگیرم و یک پراپرتی دیگر در نظر میگیرم تحت عنوان error. در صورتی که سرور پاسخ داد و پاسخش یک خطا بود یا با شکست مواجه شد، میخوام اون خطا رو بریزم داخل پراپرتی error و مقدار اولیش هم نال در نظر میگیرم. خب الان تابع ردیوسر خودم رو ایجاد میکنم، میگم export default بکن فانکشن API reducer رو و توی ورودی فانکشن باید state و اکشن رو بهش پاس بدم. به عنوان مقدار اولیه state هم همین متغیر initial state رو براش در نظر میگیرم. بعد میگم سویچ بکن روی تایپ اکشن، یعنی همون اکشن، البته این نه، action.type و بر اساس اینکه تایپ اکشنمون چی هستش حالتهای مختلف رو براش در نظر میگیرم. به طور کلی درخواست‌های API 3 حالت دارن. یا API ما همچنان در حال انجام هستش و هنوز تموم نشده، یا API ما انجام شده و موفقیت آمیز بوده و دیتا برگشته، یا API ما انجام شده اما موفقیت آمیز نبوده و خطا برگشته.
پس 3 تا کیس رو براش در نظر میگیرم. کیس اول رو اسمشو میذارم یا مقدارشو میذارم ریکوست برای وقتی که همچنان API در حال انجام هستش. خب الان من باید یک نسخه جدیدی از استیتم رو برگردونم. بچه‌ها وقتی که API من همچنان در حال انجام هست، یعنی همچنان در حال لودینگ هستش، پراپرتی ایز لودینگ باید ترو بشه. پس میگم البته کپس لاک نه، میگم ریترن بکن یک نسخه جدیدی از استیت رو و توی این نسخه جدید چه اتفاقی میفته؟ پراپرتی is loading مقدارش برابر با true خواهد شد. اما فرض کنید API من انجام شده و دیتا با موفقیت، یعنی دیتا به صورت موفقیت آمیز برگشته و من میخوام اون دیتا رو داخل پراپرتی دیتای خودم ذخیره‌اش بکنم. پس در صورتی که کیس اینجا میگم ساکسس اتفاق افتاد، البته ساکسس رو فکر میکنم که اشتباه نوشتم. ساکسس اگر که اتفاق افتاد، دوباره بیای ریترن بکن یک نسخه جدیدی از استیت رو، میگم ریترن بکن نسخه جدیدی از استیت رو که اینجا دیگه پراپرتی ایز لودینگ من مقدارش برابر با فالس میشه، چون API درخواستش به طور کامل انجام شده و دیگه حالت ایز لودینگی وجود نداره. و همچنین پراپرتی دیتا هم قراره اون دیتایی که از API گرفته شده رو تو خودش ذخیره بکنه. حالا این دیتا از کجا میاد؟ از action.payload. action.payload یعنی اون موقعی که اکشن رو فراخوانی میکنم، دیتایی که از API گرفته شده رو هم پاس میدم که توی ردیوسر دریافت بشه و استیت آپدیت بشه. اما یه موقع هست که درخواست ما به درستی انجام نمیشه و خطا برمیگرده. پس اون موقع کیس مثلا فیلور یا همون شکست رو خواهیم داشت که اینجا چه اتفاقی میافته؟ دوباره یک نسخه جدیدی از استیت ریترن میشه، میگم ریترن بکن یک نسخه جدیدی از استیت رو که توی اون نسخه جدید دوباره متغیر ایز لودینگ یا پراپرتی ایز لودینگ فالس میشه با توجه به اینکه درخواستمون تموم شده و دیگه اینجا پراپرتی ارور من قرار هست که دیتا بگیره. با توجه به اینکه API با شکست مواجه شده، باید اون خطایی که دریافت کرده رو بریزم داخل پراپرتی ارور. پس پراپرتی ارور رو فراخوانی میکنم و مقدار اون خطا رو میریزم داخل این پراپرتی. این خطا از کجا میاد؟ اون موقعی که دارم اکشن تایپ فیلور رو فراخوانی میکنم، دیتای مربوط به خطا رو هم ارسال میکنم. پس این ارور من کجا هستش؟ توی action.payload. خب فایل ردیوسر خودمون رو ایجاد کردیم. البته بچه‌ها یادم رفت که اینجا یه دونه کیس دیفالت یا به عبارت یک دیفالت هم در نظر بگیرم که اگر کیسم هیچ کدوم از موارد بالا نبود، ریترن بکن خود استیت رو بدون اینکه هیچ تغییر رو روش اعمال بکنیم. خب فایل ردیوسر رو ایجاد کردیم و در قدم بعدی من میخوام فایل استور رو ایجاد بکنم. روی پوشه ریداکس دوباره کلیک راست انجام میدم، نیو فایل رو میزنم و این سری فایل store.js رو ایجاد میکنم. داخل استور یه دونه متغیر تعریف میکنم به اسم store، بعد دستور create استور رو فراخوانی میکنم. ببینید که ایمپورتش هم انجام میده، پرانتز رو قرار میدم و داخل پرانتز ردیوسر مربوط به این استور رو هم بهش پاس میدم. اسمش چی بود؟ API ردیوسر که میبینید ایمپورتش رو هم انجام میده. بچه‌ها با توجه به اینکه ما میخوایم از میدلور ریداکس ثانک استفاده بکنیم، همینجا من میدلور خودم رو نصبش میکنم و ازش استفاده میکنم. دیگه نمیخوام بریم جلوتر و سردرگم بشیم. به همین منظور ترمینال رو باز میکنم. این عبارتی که بهتون میگم رو باید تایپ بکنید. npm اینستال بکن برای من پکیج ریداکس داش ثانک رو thunk اینتر رو که بزنید بلا فاصله پکیج مربوطه رو براتون نصب میکنه و
میتونید ازش استفاده بکنید. خب همونطور که مشاهده میکنید نصبش کرد. ترمینال رو میبندم. برای استفاده کردن از اون میدلور داخل پرانتز create store apply میدلور رو مینویسم. میبینید که ایمپورتش رو انجام میده و داخل پرانتز اون میدلور مربوطه رو بهش پاس میدم. از چه میدلوری میخوام استفاده بکنم؟ از ثانک. اینجا گزینه سوم همونطور که مشاهده میکنید ریداکس ثانک رو برای ما ایمپورت میکنه. حالا برای اینکه بتونم بعداً از این استور استفاده بکنم توی خط بعدی میگم اکسپورت دیفالت بکن متغیر استور رو که من بتونم توی سایر کامپوننت ها یا پروژه ریاکتی ازش استفاده بکنم. خب بچه‌ها فایل ردیوسر و استور رو نوشتیم. در قدم بعدی باید فایل اکشن ها رو ایجاد بکنیم. روی این پوشه کلیک راست رو انجام میدم. این سری میخوام فایل actions.js رو تولید بکنم. یه دونه فانکشن ایجاد میکنم. اسم فانکشنش رو میذارم مثلا API action پرانتز و آکولادش رو هم قرار میدم. بچه‌ها همونطور که ابتدای جلسه هم بهتون گفتم درخواست های API یا به عبارتی اکشن های API نمیتونن اکشن های ساده و همزمان باشن، بلکه ما باید از اکشن های غیر همزمان استفاده بکنیم. دیگه اینجا من نمیتونم بگم ریترن بکن یک آبجکت ساده جاوا اسکریپتی رو، بلکه باید یک فانکشن ریترن بشه. پس دستور ریترن رو مینویسم و یک فانکشنی رو ریترن میکنم. برای فانکشن هم من از ارو فانکشن استفاده میکنم. همونطور که مشاهده میکنید الان داریم یک فانکشن ریترن میکنیم. توی ورودی این تابع دستور یا بهتر بگیم واژه دیسپچ رو مینویسم. بعد هر جایی که خواستم یک اکشنی رو فراخوانی بکنم از دیسپچ استفاده میکنم. ما 3 تا حالت اکشن داریم. با توجه به ردیوسر خودمون یک اکشنی داریم که تایپش ریکوست، بعد یکی ساکسس، یکی هم فیلور هستش. هر جایی که خواستم یک کدوم از این اکشن ها رو فراخوانی میکنم به کمک متد دیسپچ این کار رو انجام میدم. البته دیسپچ الان درست شد. در شروع ماجرا که من میخوام یک درخواستی رو به API یا به سرور ارسال بکنم کدوم اکشن فراخوانی میشه؟ بچه ها اکشن تایپ ریکوست. پس متد یا عبارت دیسپچ رو مینویسم و اکشن مربوطه رو بهش پاس میدم. اکشن من تایپش چی هستش؟ بذاری تایپش رو از اینجا، البته نمیخواد خودم مینویسم، تایپ ریکوست هستش و داده اضافی هم که نیاز نیست ارسال بکنم چون میخوام فقط یک ریکوستی رو انجام بدم. خب این شروع درخواست من هستش. یعنی اینجا به ریداکس میفهمونم که میخوام با API ارتباط برقرار بکنم و داده های خودم رو از سرور دریافت بکنم. بچه‌ها کدوم متد هستش که داده های ما رو از سرور دریافت میکنه یا به عبارتی با سرور ارتباط برقرار میکنه؟ متد fetch. این متد رو مینویسم و روی آدرسی که مد نظرم هستش ریکوست خودم رو ارسال میکنم. اون آدرس چیه؟ jsonplaceholder.typecode یعنی typecode.com که من توی دیسکریپشن ویدیو آدرسش رو براتون قرار میدم و میتونید ازش استفاده بکنید. خب من اینجا یک ریکوستی رو ارسال کردم. ممکنه برای من دیتا دریافت بشه، ممکنه با خطا مواجه بشه. اگر پروژه من موفقیت آمیز بود و سرور به من پاسخ داد، میخوام اون پاسخ رو دریافت بکنم، یعنی ریسپانس سرور رو میخوام دریافت بکنم و در قالب جیسون ریترنش بکنم. یعنی میگم ریترن بکن، یا اصلا ریترن هم نیازی نداریم، خود ریسپانس دات جیسون رو میگم بیا ریترنش بکن. خب الان تا اینجای کار ما دیتا یا ریسپانس سرور رو دریافت کردیم و به فرمت جیسون در آوردیم. اما این فرمت جیسون به درد من نمیخوره. من باید دیتایی که از این خط به دست اومده رو ذخیره‌اش بکنم داخل استیت خودم. اگه برگردم به فایل ردیوسر، همونطور که مشاهده میکنید استیت من 3 تا پراپرتی داره. یکی از پراپرتی هاش دیتا هستش و دیتایی که از API دریافت میشه قراره داخل این پراپرتی ذخیره بشه. این پراپرتی در چه صورتی پر میشه؟ در صورتی که اکشن کیس ساکسس یا اکشن تایپ ساکسس اتفاق بیفته. این اکشن که فراخوانی بشه
برای من پراپرتی دیتا رو میاد پرش میکنه. پس توی خط بعدی دوباره then رو مینویسم و میگم اون دیتایی که از خط قبلی دریافت کردی رو بگیر و بیا چیکار بکن. توی این خط میخوام اکشن تایپ ساکسس رو فراخوانی بکنم و این دیتا رو به عنوان اطلاعات اضافی پاس بدم به ردیوسر. پس این سری دوباره متد دیسپچ رو مینویسم و اکشنی که تایپش ساکسس هست رو ارسال میکنم. البته اینجا من فقط خود اکشن رو نباید ارسال بکنم، دیتا رو هم به عنوان اطلاعات اضافی باید پاس بدم. پس توی قسمت پیلود میگم دیتایی که از خط قبلی دریافت کردی رو پاس بده به ردیوسر که اونجا دریافت بشه و ذخیره بشه. اما یه موقعی هست که API یا سرور خطا برمیگردونه و دستور فچ به درستی اجرا نمیشه. پس اینجا متد کچ رو مینویسم و میگم که اون ارور مربوطه رو دریافت بکن ارور، و از این ارور میخوام چه استفاده‌ای بکنم؟ میخوام اکشن تایپ فیلور رو فراخوانی بکنم و به عنوان اطلاعات اضافی اون ارور رو بهش پاس بدم. پس اینجا دوباره از ارو فانکشن استفاده میکنم. این سری میگم دوباره دیسپچ بکن اکشنی که تایپش فیلور هستش. تایپ رو مینویسم و تایپ اکشن رو از اینجا کپی میکنم و اینجا پیستش میکنم. به عنوان اطلاعات اضافی هم خطایی که دریافت شده رو پاس میدم. پس توی قسمت پیلود همین ارور رو عیناً پاس میدم. البته بهتره ارور دات مسیج رو پاس بدیم، چون خود ارور قسمت های مختلفی داره که ما فقط از اون قسمت مسیجش میخوایم استفاده بکنیم. خب بچه‌ها، فایل اکشن خودمون رو هم ایجاد کردیم. همونطوری که مشاهده میکنید الان اکشن ما یک فانکشن هستش که داخلش یک تعداد اکشن دیگر داره و قراره که از اینها استفاده بکنیم. در قدم بعدی، یعنی بعد از تولید فایل های ریداکس، میام ریداکس رو به اپلیکیشن ریاکتی متصل میکنم. توی کامپوننت main.jsx، یعنی کامپوننتی که بالاترین سطح رو داره، استریکت مود ها رو پاک میکنم، پرووایدر رو فراخوانی میکنم، پرووایدر که ایمپورتش رو برام انجام بده، اما پرووایدر باید داخل تگ باز و بسته باشه. پس یه تگ باز و بسته ایجاد میکنم، قسمت بستهش رو میبرم این پایین و اینجا دستور پرووایدر رو مینویسم و داخل قسمت باز هم باید استور مربوطه رو معرفی بکنم. دستور استور رو مینویسم و اون استوری که یک کم پیش ایجاد کردم رو پاس میدم بهش. همونطور که مشاهده میکنید ایمپورتش رو همینجا انجام میده. خب بچه‌ها، ما فایل های ریداکس رو ایجاد کردیم و ریداکس رو به اپلیکیشن ریاکتیمون متصل کردیم. در قدم بعدی کافیه که بیام داخل این کامپوننت app.jsx و از دیتاها یا دستورات ریداکس استفاده بکنم. روی این دکمه که کلیک شد، حالا من پروژه رو اگر که بالا بیارم، میخوام وقتی که روی این دکمه کلیک شد اکشن API اکشن فراخوانی بشه. پس برمیگردم، البته کجا بود؟ چرا بستمش؟ app.jsx. خب اینجا روی دکمه مربوطه ایونت آن کلیک رو می نویسم و برای اینکه همون لحظه اجرا نشه یه دونه ارو فانکشن بهش پاس میدم. میخوام روی این دکمه که کلیک شد چه اتفاقی بیفته؟ اون اکشن مربوطه فراخوانی بشه. قبلش یک متغیر ایجاد میکنم به اسم دیسپچ. بچه‌ها این موارد رو چون من جلسات قبلی به طور کامل توضیح دادم، دیگه سعی میکنم که فقط به نکات مهم بپردازم و دیگه از ذکر نکات تکراری پرهیز بکنم. هوک یوز دیسپچ رو فراخوانی میکنم. بعد اینجا داخل ایونت آن کلیک دستور دیسپچ رو می نویسم و به عنوان اکشن میام این اکشن رو بهش پاس میدم. البته قبلش من باید قبل از این فانکشن اکسپورت دیفالت یا همون اکسپورت رو بنویسم که بتونم از این اکشن مربوطه استفاده بکنم. توی کامپوننت app.jsx حالا من میکشونمش اینور که
در دسترس باشه. مین رو هم که دیگه نیازی ندارم. دستور دیسپچ رو که نوشتم، اکشنمون اسمش چی بود؟ API اکشن. روی اینکه کلیک بکنم میبینید بچه‌ها ایمپورتش رو برام انجام میده. فقط پرانتزش رو هم یادتون باشه که حتما قرار بدید. خب الان اگه یک بار پروژه خودم رو رفرش بکنم که کنسول خالی بشه، روی دکمه کلیک تو سند ریکوست که کلیک بکنم درخواست من اجرا میشه. میبینید بچه‌ها fetch finished و متد fetch رو برای من اجرا کرده. ولی الان فقط دیتاها دریافت شدن و جایی ذخیره نشدن که من بتونم به کاربر اونها رو نمایش بدم. دیتاهای من کجا ذخیره میشن؟ داخل این استیت. و میبینید که استیت من 3 تا پراپرتی داره: is loading، دیتا و error. در صورتی که هر کدوم از حالتهای API اتفاق بیفته یکی از این پراپرتی ها پر میشن. پس من توی کامپوننت app.jsx به روش object destructuring 3 تا متغیر ایجاد میکنم، یعنی 3 تا متغیر به اسم دیتا، error و اون یکی هم چی بود؟ is loading. فقط حواستون باشه اسم این متغیرها با اسم پراپرتی های استیت باید یکسان باشه. برای دسترسی به استیت های برنامه یوز سلکتور رو فراخوانی میکنم. بعد اینجا میگم همه استیت ها رو برای من در نظر بگیر و ریترن بکن کل استیت رو. با توجه به اینکه استیت من 3 تا پراپرتی داره، پراپرتی دیتا رو میریزه داخل متغیر دیتا، پراپرتی error رو میریزه داخل error و is loading رو هم میریزه داخل متغیر is loading. حالا با توجه به مقدار این متغیرها من باید یک چیز خاصی رو ریترن بکنم. بذارید اینجا من چند تا اینتر هم بزنم بچه‌ها که پروژه‌م یه خورده خاناییش بیشتر بشه. اینجا و اینجا هم همینطور. میخوام بررسی بکنم در صورتی که متغیر is loading true بودش، یعنی همچنان API من در حال انجام بود و هنوز تموم نشده بود، به کاربر یک دیوی رو نمایش بدم و بگم که API مثلا در حالت لودینگ قرار داره. پس یه دونه آکولات باز میکنم، متغیر is loading رو فراخوانی میکنم و اینجا به جای if و else از عملگر اند منطقی استفاده میکنم. اگر is loading true بودش بیا مقدار سمت راست رو اجرا بکن، ریترن بکن یه دونه تگ دیو رو. البته تگ دیو رو برای من ننداخت، خب اشکالی نداره، خودم تگ باز و بستش رو ایجاد میکنم و اینجا عبارت دیو رو می نویسم و اینجا هم میگم که یعنی میگم که مثلا لودینگ با 3 تا نقطه، یعنی همچنان API من در حال انجام هستش. اگر API انجام شده بود و با خطا مواجه شده بود، یعنی ارور من داخلش دیتا وجود داره و خطا داخلش وجود داره. پس اینجا میگم در صورتی که ارور وجود داشت و خطا برای من برگردونده شده بود، دوباره بیا یک دیو دیگر اجرا بکن. حالا من برای اینکه زمانم خیلی گرفته نشه این دیو رو از اینجا کپی میکنم و به عنوان مقدار هم اینجا همون پراپرتی یا متغیر ارور رو فراخونیش میکنم. اما در صورتی که دیتا وجود داشت، یعنی API ارسال شده بود، تموم شده بود و پاسخش به صورت صحیح و یک دیتایی برای من برگردونده شده بود، میخوام دیتاها برام نمایش داده بشن. با توجه به اینکه من آرایه دیتا رو دارم و قراره که دونه دونه اعضای این آرایه رو نمایش بدم، یه دونه تگ UL اول ایجاد میکنم و هر مقدار یا هر عضو این آرایه رو به وسیله یک LI نمایش میدم. پس میگم که روی آرایه دیتا بیا متد مپ رو پیاده سازی بکن. اینجام دوباره یه ارو فانکشن بهش پاس میدم، چون تک خطی هستش دیگه آکولادم قرار نمیدم. هر سری یکی از آیتم ها رو دریافت بکن، بعد یه دونه LI ایجاد بکن و داخلش آیتم دات تایتل رو نمایش بده. چون داده هایی که ما از این API دریافت میکنیم پراپرتی های مختلفی دارن و ما میخوایم از پراپرتی تایتلش استفاده بکنیم. خب الان دیگه کامپوننت خودمون رو هم تکمیل کردیم و وقتشه که وارد پروژه خودمون بشیم و ببینیم آیا کدی که نوشتیم به درستی کار میکنه یا نه.
پروژه رو بالا میارم، یک بار رفرش رو انجام میدم، روی دکمه کلیک تو سند ریکوست که کلیک بکنم، همینجا اکشن تایپ API اکشن فراخونی میشه و بر اساس اینکه سرور به من پاسخ داده یا با خطا مواجه شده یک سری دیتا رو اینجا نمایش میده. یه بار دیگه رفرش میکنم. بچه این سری من آدرس API هم رو اشتباه وارد میکنم، مثلا 2 تا ای اینجا میذارم. یه بار دیگه رفرش میکنم، روی کلیک تو سند ریکوست که کلیک بکنم، این سری دیگه برای من خطا باید نمایش داده بشه به جای اینکه دیتا ها رو نمایش بده و همونطوری که مشاهده میکنید گفتش که failed to fetch. اما اگر آدرس API من درست باشه و روی این کلیک تو سند کلیک بکنم، میبینید که داده ها رو داره نمایش میده. به کمک یک اکشن غیر همزمان تونستیم خیلی ساده داده ها رو از API دریافت بکنیم، حالتهای مختلفی رو براش در نظر بگیریم و این میدلور ریداکس تانک بود که این قابلیت رو در اختیار ما قرار میداد که بتونیم از اکشن های غیر همزمان استفاده بکنیم. دوستان گلم، این جلسه نکته دیگه ای نداره. اگر براتون پیچیده شد هیچ اشکالی نداره، چون در ابتدا ممکنه که یه خورده سخت به نظر بیاد، اما یک بار 2 بار که ازش استفاده بکنید خیلی ساده میتونید بهش مسلط بشید. تا جلسه بعدی، خدا نگهدار.